سلام به شما و سلام به همه رفقای بامرام موشکا. اینطور که به نظر میرسه این سونامی ضد داعش بدجوری ولی فقیه و از نابش رو ترسونده. قضیه اونقدر بیخ پیدا کرده که دارن فکر میکنن ببینن میتونن زهر خورده رو یه جورایی بالا بیارن. مبارزه‌ای که ما انجام دادیم با این گروه‌های تروریستی در بحث سوریه، در عراق و در جاهای دیگه. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین با اشاره به دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در نیویورک گفت بعید است در مذاکرات نیویورک به جمع‌بندی نهایی برسیم. بله، حتی الاغچی که اونقدر به پایان مذاکرات خوشبین بود حالا افتاده به پت پت و میگه بعید میدونم به جایی برسیم. البته من جواد ظریفم دست کمی از این نوچش نداره، اونم کاسه چکنم دستش گرفته و دلش مثل سیر و سرکه میجوشه. فعلا تا قبل از شروع مجمع مهمترین برنامه ما مذاکرات مقدماتی 5+1 که با دیدار بنده و خانم اشتون شروع میشه و بعد هم جلساتی که دوستان به صورت 2 جانبه دارن و جلسه با 5+1 به صورت گروهی با مدیران سیاسی تا ببینیم هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی چه کار باید بکنیم. حاج اکبر کوسه هم که بزرگ خاندان زهرخورای نظامه به دست و پا افتاده و تب زهرخوریش فروکش کرده. ایران در اهداف طرفای مذاکره تردید داره، چرا که راه حل این مسئله مذاکره است و تشدید تحریم ها در میانه راه مذاکرات هیچ توجیه سیاسی نداره. اونا به تعهدات خودشون در قبال تحریم ها عمل نکردن و انتظار دارن ایران در مسائلی که هیچ تعهدی نداره کوتاه بیاد. از اون طرفم ورق پاره رسالتم که مال باند دلواپساست از خود بی خود شده و سرمقالشو با سوزه های وحشت همراه کرده. ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نسبت به سال قبل رادیکالتر و میزان دخالت آنها در منطقه و جهان بیشتر شده است. غرب پس از 1 سال مذاکره و دیدار و گفتگو به نقطه صفر و بلکه قبلتر بازگشته است. حالا سوالی که برای موشکاف ایجاد میشه اینه که راستی چه خبره؟ چی شده که همه مهره‌های نظام اینطور به حول و ولا افتادن؟ اصلا این ائتلاف ضد داعش و این حرفا چه ربطی به آخوندا داره؟ پاسخ این سوال رو از زبون شریعت نداری بشنوید. یک سوال کلیدی ذهنها را به خود معطوف کرده است. آمریکا دنبال چیست؟ همین 2 روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا با صراحت اعلام کرد که برای آمریکا خطر جمهوری اسلامی از خطر داعش بیشتر بوده و از این رو مبارزه با آن از اولویت بیشتری برخوردار می باشد. به نظر می آید که آمریکا در شرایط فعلی گمان می کند که می تواند در یک پوشش بین المللی و در حالی که عراق رسما عضو این پوشش است حمله نظامی به اهداف را از عراق شروع و به سوریه گسترش دهد و اگر در این 2 جا با موفقیت توأم گردید به بقیه اضلاع جبهه مقاومت سرایت دهد. موشکاف جواب سوالشو گرفت. اگه شما هنوز نگرفتید یه بار دیگه این گدازنامه شریعت نداری رو بخونید. اینجاست که هم معنی دستپاچگی عظما تو راهروی بیمارستان روشن میشه، هم علت این همه ترس و وحشت از ائتلاف ضد داعش. جان کلام این که فاز آخر رفقا. ببینید موشکاف کی گفتا.